دوستان عزیز اینجا چند نمود استادیوم های آلمان که درش فوتبال برگزار می‌گردد تا به امروز در اینجا عکساشون جمع آوری شدن. 10 استادیوم اینجا عکساشون هستن و جای نشستی تریبونایی مثلا استادیوم هم اینجا چی باشه؟ اینجا 3D بوده تماشا میکنن و جالبی دیگر روی که این روی چه خیلی زیبا هم هست. این روی نشون عزیز 3D خیلی جالب و دیدنی. خب میریم دیگه طرف. دوستان عزیز اینجا همون سویستاک یا چی میگیم چراغ هایی که سودیوها در بازی ها چی میکنن استفاده میبرن. این همون هشتک رو نمیفهمم سویستاک رو نمیفهمم همون چیزی که در وقتی فوتبال رفیره ها یا که سودیوها استفاده میبرن. خب برای دیگه طرفی موزه و چی چیزا دارن باید دیگه طرفش. هم دوستان عزیز دیگه طرف های موزه باور کنم خیلی چیزای بسیار داره اکسپونات که نمیدونم اگه سر کنم و اگر یادتون باشه قرعه کشی میشه دوستان عزیز عکس جالبمون نشان دادم. این همون قرعه کشی که در چی فوتبال ها دایر میگرده. این همون کرزینه متاسفانه بسته این همون شریکا و همون چیزا در خیلی مخصوص چی قرعه کشی میشه. دوستان عزیز میریم دیگه طرف های استادیوم موزه استادیوم میگیم. خب اینجا گیدای خطی تماشا چیو ببینید دوستان عزیز میره بینید 3D و نمیفهم سو جالب. میره بینید دوستان اپاراتور پسلدی مدل در اوید به فوتبال در آلمان. میره بینید دوستان این خیلی دستگاه ها که چرا اما شکل آدم ها رو در تنه دیوار نشان میده. دوستان عزیز این همون 3D یا چوی جالب دیگه. اینجا آینه در آینه دوستان عزیز اینمی عکس ها در چی میگن دستگاه نصب کرده شده است. این عکس ها در تنه دیوار میآیند. همش فوتبالیست های قهرمان جهان آید به فوتبال از آلمان. خب میریم دیگه طرفا. دوستان عزیز اینجا یک پای هست دیتر ها نیست قدم فوتبالیستی بوده در وقتش خیلی وای میکنه. آلمان 2-0 بازی هست. وقتی بازیگر چی میشه بازی میکنه 4-2 همین بازیگر همین بار بازی را میبره. گفتی که سهمش بسیار بوده این بازی و این هم دیگه چیزایی گفتیم که اکسسوارهایی که در بالا در استادیوم ها فروخته میشوند در مغازه ها. دوستان عزیز ما در طبقه 2 بودیم در 1 بودیم الان در طبقه 0 یا طبقه 0 و ببینید چه چیزا در این طبقه داره. ما همش رو با نوار میگیریم. این همون اشوشین استادیوم که خیلی که در استادیوم چیزه هم خیلی وای کردگن. اینجا استادیوم مینی فوتبال و اونجا هم پرس کانفرنس زالی پرس کانفرنس و جای ادینه 100 متری با گل کردن میتونی نمیتونی. ببینید دوستان عزیز خیلی زیبا هم است و اون طرف مغازه بوتیکه که از این مثلا مغازه میتونی که لباس های کمانده آلمان رو بخرید. و اون طرف هم دوستان عزیز بیرونه اما وگزل یا گاخی یا جلوی گراژ وگزلی شهر دورتموند.
دوستان عزیز ببینید اون بچه ها اینجا عادی نسیم ترویز دست هست. نه باید اوش کفا باید گل کنم شما از عادی نسیم خیلی نبودن. اینجا هم جای همون فوتبالیست هایی که فریستال میگن چی میگن فریستال ها دیوانگی میکنن بازی میکنن. این طرف هم مغازه چون میکنیم شاپینگ بیسترا دیگه دوستان عزیز اینجا هم مغازه همون شاپینگی چی سپارتینی مگزین و تمام چیزها در اینجا فروخته میشه از قبیل کتاب اکسسوار نمیفهم دیگه و حتی اینجا هم کافه و نمیفهم چی هم فروخته میشه و بیام چیزهای دیگه تیم ملی و تیم باروسیا دورتموند آلمان. نمیدونم خیلی زیبا و دیدنی هم ساختن اینجا را خیلی عجیب بود. اینا ببینید خیلی دیدنی. دوستان عزیز این چیزهای اکسسوارهای تیم ملی آلمان نصیب باشه وقتی رفتم ما ایشون چیز میگیریم دوباره و ای دورتموند هم اینجا به دست تیم ملی دورتموند تیم باشگاهی تیم دورتموند و اینجا ببینید اینجا هم رستوران با شکلی همو استادیوم ساخته شده است. همه استولاش نمره دارن 9 20 13 و 10 دیگه. خب دوستان اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره موزه فوتبال شهر دورتموند و دوستان عزیز نگفتن ما پیش از خداحافظی کردن به کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرستید و زنگوله دومی رو برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های ما گردید. دیگه باقی شما رو به خود پاک و مناس میرم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.